انسان سه بعد داره: بعد فکری، بعد جسمیش و بعد روحی و روانیش. در اسلام هر کسی که به روحش بپردازه و روحش رو تزکیه بکنه این روحانی است. حتی اگر امامه نداشته باشه، حتی اگر عبا نداشته باشه، حتی اگر علوم اسلامی و شرعی نخونده باشه، هر کسی به روحش بپردازه و روحش رو تزکیه بکنه این روحانی است. حالا پزشک باشه، مهندس باشه، کشاورز باشه، زن باشه، مرد باشه، صیاد باشه، گفتگر شهرداری باشه. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. فقرای مهاجرینی که از مکه با لباس تنشون هجرت کردند به خاطر حفظ ایمانشون و عقیدهشون و دینشون، رفتن به مدینه. در گوشه از مسجد النبی سکویی درست کردن که اون سکو معروف به سکوی اهل صفه. 70-80 نفر از فقرای مهاجرین اونجا میموندن، شب میموندن، همونجا هم غذا میخوردن. از بیت المال براشون خیلی وقتا رسول الله صلی الله علیه و سلم با اهل صفه غذا میخورد، شام میخورد. یکی از این اهل صفه ابو هریره بود که از فرط گرسنگی سنگ به شکمش میبست، ولی نزدیک به 5000 خورده حدیث روایت کرده. بیشترین حدیث رو از رسول الله صلی الله علیه و سلم روایت کرده. 2 همسایه، 2 دوست، 2 قوم خویش روی بزی، روی دعوای بچگانه، بچه ها با هم دعوا میکنن، 5 دقیقه بعد با هم آشتی میکنن. بزرگترها 10 سال به خاطر 2 بچه با هم خواهد. که حتی نماز 5 وقت و نماز جمعه و نماز عید هم چاره‌شون نمیکنه. باور بکنید نه نماز 5 وقت چاره‌شون میکنه، نه نماز جمعه هفتگی، نه نماز عید. 10 سال با هم خرن به خاطر یک کلمه. قرار نشده به هم دیگه چیزی نگیم. انسان جایز الخطاست و قرار نشده که همدیگه رو نبخشیم. این خیلی خطرناکه. این چیزها رو تو عروسی بشنوید. این سیرت ها، این زندگی نامه ها، این داستان های واقعی، اینها رو خوب بشنویم تا زندگی به کام ما و شما باشه، همیشه شاد باشه. کسی که هیچ کس رو تو زندگیش تحقیر نمیکنه همیشه شاده، هیچ موقع حسرت نمیخوره، چون گاهی حرف بدی نزده، گاهی شرمنده نشده که معذرت خواهی بکنه. در سفر اسراء و معراج پیامبر صلی الله علیه و سلم جبرئیل پیشاپیش رسول الله حرکت میکرد. رسید بر قومی در سفر اسراء و معراجش، رسید بر قومی که قیچی دستشون بود، گوشت رانشون و بدنشون میچیدن میخوردن. گفت اینا چه گروهی از امت من هستن؟ گفت ادامه بده بعد بهت میگم. رسید به قومی که
دهانشون باز میشه به اندازه دانه نخود، لوبیا، باقلا، سنگریزه از دهانشون میفته بیرون. بعد وقتی رو زمین میفته بزرگ میشه به اندازه یک گوساله. همون دانه سنگریزه به اندازه نخود لوبیاست. بعد دوباره میخواد حالا همون سنگریزه‌ای که به اندازه گوساله‌ای شده بزرگ شده، اول کوچک بود نه، حالا میخواد دوباره بر بگردونه تو دهانش، نمیره تو دهانش، خیلی بزرگ شده. گفت اینا چه گروهی از امت من هستن؟ گفت بد میدن. همینجور رفت تا عرش خدا، عجایب 7 آسمان دید و تا آخر. این 2 نکته شاهده. اونایی که قیچی دستشون بود گوشت رانشون رو میچیدند و میخوردن، گفت اینا کسانی است که غیبت میکنن، مکلف میشن که گوشت برادرانشون و خواهرانشون که غیبتشون کردن بخورن. ما فکر میکنیم اگر تو جامعه همه نماز میخونن، این نمازهای خودمون ها، این جامعه دیگه اگه دیدی مسجدشون پره، 5 وقتشو، جمعهشو، دیگه اینجا دیگه قطعه از بهشت روی زمین. نه، برید تو جامعه نماز نگاه بکنید که این مسجد که پره، آیا آمار غیبت چند درصده؟ آمار تحقیر چند درصده؟ آمار بهتان و تهمت چند درصده؟ آمار نمامی چند درصده؟ آمار فتنه انگیزی چند درصده؟ اونا بررسی بکنید. اگه اینا نیست نمره نمازشون 20، چون ان الصلاة تنها عن الفحشاء و المنکر. ولی اگر اینا هست باید نمازشون رو از نو، من نمیگم قضا بکنن، از گردنشون ساقط شده بدون ثواب، بدون کارآمدی و کارایی. گفت اون گروه دومی که سنگریزه از دهانشون میافتاد، کوچک بود، بعد بزرگ میشد به اندازه گوساله، بعد میخواستن بر بگردونن تو دهانشون نمیتونستن. اونا چه گروهی بودن از امتن؟ گفت اونا کسانی هستند که به زنها و مردای پاک دامن و عفیف بهتان و تهمت میزنن. فکر میکنن این تهمت زدن و بهتان زدن خیلی کوچکه، مثل دانه نخود و لوبیا است، به راحتی پرتش میکنن از دهانشون بیرون، یک کلمه خیلی کوچه. بعد که میفته روی زمین تو جامعه پخش میشه، آبروی طرف زیر سوال میره. امروز که دیگه فضای مجازی هست، مثل قدیم نیست. اگر کسی تو روستایی به زن پاک دامن یا مرد پاک دامن تهمت و بهتان میزدن، همون اهل روستا در جا جهانی میشه. بعد که بزرگ میشه، کل دنیا پخش میشه، طرف پشیمان میشه. اول فکر میکرد دانه ریزه به اندازه نخوده. بعد که پشیمان شد، حالا میخواد اون حرفی که بزرگ شده، قبلا مثل یک دانه نخودی بود، یک سنگریزه بود، حالا میخواد بر بگردونه تو دهانش. دیگه حرف پخش شده، حالا دیگه دهانش گنجایش نداره که بر بگردونه. اگه معذرت خواهم بکنی پخش کنی، اگر میخوای گناه هم بکنی، گناهی بکنی که طاقتش داشته باشه. اگر میخوای گناهی بکنید که با مردنتون اون گناه بمیره. بعضی موقع گناهایی میکنید که طاقتش نداریم. بعضی موقع گناهایی میکنیم که خودمون مردیم، 100 ساله گناهمون زنده است. بعد از این بر قبرمون نفرین میفرستن.
عروسی جای شادیه. چرا من این حرفا رو میزنم؟ میخوام همیشه لبخنداتون رو ببینم. جامعه‌ای که درش تحقیر نباشه، توهین نباشه، بهتان نباشه، غیبت نباشه، فتنه نباشه، نمامی و درنگ و درویی نباشه. جامعه‌ای که همش سلام و سلامتی باشه. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند انکم لا تسعون الناس باموالکم، شما نمیتونید همه مردم با مالتون در بر بگیرید. منظورش یعنی سرمایه‌دار باشید، میلیاردر باشید که با پول به مردم همه رو جمع بکنید و همه رو در بر بگیرید. بالاخره پول هر چی که زیاد باشه کم میشه. ولی من شما رو راهنمایی میکنم به دو سرمایه‌ای که کل خلق الله رو میتونه در بر بگیرید و این سرمایه هم فقیر داره و هم تاجر داره و هیچ موقع پایانی هم نداره. یکی لبخند، یکی اخلاق. با لبخندتون همه رو در بر بگیرید. اگر روزی 1 میلیون فرصت داشته باشی لبخند بزنید، چیز از کم کم میشه. فقیر میتونه لبخند بزنه، تاجر میتونه، شاه میتونه، رعیت میتونه، بزرگ میتونه، تاجر کوچک میتونه. پیامبر میگه صلی الله علیه وسلم لبخندتون صدقه هست. این سرمایه پایدار. دومین سرمایه اخلاق، حسن الخلق. هیچ چیزی به اندازه اخلاق ترازوی انسان مسلمان رو سنگین نمی‌کنه و هیچ چیزی به اندازه اخلاق خوب با مردم برکت در زندگی انسان ایجاد نمی‌کنه. علما میگن تقویت اخلاق در جامعه سبب توسعه روابط اجتماعی میشه. اگه با مردم صادق باشیم، با مردم رو راست باشیم، مردم رو تحقیر نکنیم، دشنام ندیم، تهمت نزنیم، شفاف باشیم، مردم رو دور نزنیم، بهشون خیانت نکنیم، کلاهبرداری نکنیم، حقشون رو نخوریم، به مردم نزدیکتر نمیشیم، معلوف میشیم دیگه. تقویت اخلاق در جامعه سبب توسعه روابط اجتماعی میشه. نفرت ها کم میشه، اعتمادها زیاد میشه. یکی از مشکلات جامعه ما و کشور ما بی‌اعتمادی بین انسان هاست. بی‌اعتمادی در کشور ما به اوج رسیده، کسی به کسی اعتماد نداره. خیلی بده که وقتی بی‌اعتمادی باشه از هم دیگه نفرت پیدا میکنه، پشت میکنه، فرار میکنه، الفت نیست. تقویت اخلاق سبب توسعه روابط اجتماعی میشه. حالا وقتی روابط اجتماعی توسعه پیدا میکنه چه برکتی؟ توسعه روابط اجتماعی سبب توسعه اقتصادی میشه. من اگه 100 تا دوست دارم که قلباً و فکراً دوست منن، منو دوست دارن، منم دوستشون دارم، هرچی تو جیبشون و تو زندگیشون هست مال منه. 1000 تا دوست داشته باشم، 1000 تا. کسی که فکرش و قلبش مال منه، جیبش هم مال منه. طبیعیه. بعضی انسان ها 1000 تا ماشین دارن، 1000 تا خانه دارن، 1000 تا مغازه دارن، 1000 تا کارخانه و شرکت دارن. چطوریه؟ 1000 تا دوست خوب دارن که قلباً و فکراً همدیگر رو دوست دارن. همه ظرفیت ها و امکاناتش مال دوستشه. اینا رو به نمایش بگذاریم. این حرفا رو میزنم که پسرم و دخترم صالح
که اول زندگیشونه، تشکیل اولین جشن زندگی مشترکشونه، این معانی رو تو زندگیشون به نمایش بگذارن و الگویی باشن برای پدر و مادرای نسل آینده و این فرکانس های مثبت رو به فرزندانشون منتقل کنن. میخوام یه خروجی داشته باشیم از این عروسی امشب. میخوام خروجی داشته باشیم، یعنی میریم خانه این معانی تو ذهنمون باشه. میتونیم همدیگر رو ببخشیم. این بزرگترین انرژیه به جامعه. تو بخش مهران چقدر جمعیتش محمد؟ مهران دیگه 20,000 نفر. تو بخش مهران آیا 2 نفر هستن که با هم دیگه قهرن؟ خدا نکنه. اگر 2 نفر تو بخش مهران تو 20,000 نفر با هم قهر باشن، اون 20,000 نفر باید خواب از سرشون بپره، کل امکاناتشون به کار میگیرن که اون 2 نفر رو برمیگردونن. محبت و جوی محبت رو دوباره چه؟ این آیه رو شنیدید؟ حافظ قرآن اینجا خیلی زیاده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. خوب دقت کنید این آیه رو. ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. اگر اهل قریه، روستایی، لو ان اهل القرى، اهل قریه روستایی 2 تا ویژگی داشته باشن، 2 تا صفت. آمنوا واتقوا. ولو ان اهل القرى آمنوا، ایمان داشته باشن، واتقوا، خدا ترسی و تقوا داشته باشن. همین 2 تا صفت. نتیجهش چی میشه؟ دنباله آیه ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا. الله میگه ما باز میکنیم، الله میگه لفتحنا علیهم، بر اون اهل قریه برکات من السماء والارض. نگفته یک برکتو، الله میگه ما خودمون درواز میکنیم برکت هایی که در آسمان هست و برکت هایی که در زمین هست. حالا بیا تحویل میدن. من وقتی می آمدم سوال کردم از مولا احمد، همراهم بود که اولین چیزی که سوال کردم درباره این سد. خیلی دوست دارم هر وقت این منطقه بیام برم سد رو ببینم. مولا احمد بهم گفت که شیخ سد پره، لبریزه. گفتم چه میگید؟ چون چند مدت پیش آمدم باشه عبدالله آب پایین گفت تخمین زده شده برای 5 سال این مخزن آب داره، امید به باران هم داریم. این کار بزرگ بهش میگن. این آب مایه حیات موجودات زنده است. در دنیا بعضی از باکتری ها بدون اکسیژن شاید زنده بمانند، اما بدون آب ممکن نیست. خداوند در قرآن گفته